در جنت وقتی جنتی ها داخل میشیدن برادران، در جنت هم تصور کن، در درون جنت هم میگه حسرت میخورده. برای چی حسرت میخورده است؟ آخی دیگر همو ای احمد آخری مقصد جنت بود، در آمدی با چی افسوس میخوری؟ میگه وقتی میدیده است که بندگانی که زیادتر خداوند یاد میکرده اند، بندگانی که وقتای خالگیشون بیشتر به ذکر خدا میگذرانده اند، وقتی راحتی اونها را میبینه، وقتی احترام اونها را میبینه، لیکن خودش از اونها که پستر میبینه میگه ای کاش در دنیا من هم همین امکانیت داشتم، من هم همین شرایط داشتم، من هم همین وقت داشتم، لیکن این فرق بود که من نظر به این بنده خدا الله را کمتر یاد کردم. خداوند برای او که جای بهتر داده است، این پایان ترکاش افسوس میخورده اند. کاش که منم مثل همو میکردم و امروز در جای همو آدم قرار میگرفتم. برای این برادران عزیز و گرامی، من اکنون گمانم همیه که بیشتری منطقه های داریم که از این حدیث های پیامبر شنیدن، مقصد شاید در گوشاشون نرسیده باشه، یا مقصد این خیل محفل ها در اشتراک کردگی نباشن. این هم یک بگیم رحمت الله مهربان است که ما و شما را در اینجا جمع کرده است. ما این سخن ها را میشنویم، این سخن الله و رسولی و سو من در نقشه کاری ما عوض میکنم. میگم بله این خیل که باشد، باید که منم باید از زمره کسانی باشم که فردا جنت دم که در آمدم حسرتی نباشم، یا برای جنت رفتنم باید من سعی تلاشم داشته باشم.